درود و مهر، آبشار نیم ساعته، استان چهارمحال و بختیاری. اینجا ایران، رشته کوه زاگرس، سلسله جبال بختیاری. رسیدن به این آبشار ما از شهرکرد به سمت بازوف حرکت میکنیم. توی مسیر گردنه زیبای چریا داریم. این گردنه پر شده از گونهای سبز و چشمه‌هایی که در حال جوشش از کوهستان هستند. معروف‌ترین چشمه اون منطقه چشمه گردوه که بسیار آب سرد و زلالی داره. بعد از رد کردن گردنه ما به مرکز شهرستان بازوف، روستای چمنگلی یا چمقلعه میرسیم. وارد چمقلعه که شدیم، به میدون که رسیم دست راست میپیچیم و به سمت گردنه تاراس حرکت میکنیم. توی مسیر دست چپ جنگل‌های زیبای زاگرس را داریم و دست راست رودخانه فیروزه‌ای بازوف را میبینیم. زمانی که ما به روستای چپت میرسیم باید این را در نظر داشته باشیم و هوشیار باشیم که آرام آرام داریم به آبشار نیم ساعته نزدیک میشیم. بعد از عبور از پیش و خم‌های جاده، دست چپ یه دره پر از درختان گردو و باغ‌هایی رو می‌بینیم که از وسط اون یک جوی آب حرکت میکنه. اینجا همون جاییه که ما باید ماشین رو پارک کنیم و به سمت آبشار نیم ساعته حرکت کنیم. مسیر آبشار خیلی عریض و مشخصه. زمانی که ماشین رو پارک کردید، از مسیر دست راست که از کنار باغ‌ها و از کنار سنگچینا حرکت میکنیم. توی مسیر ما به میراث زاگرس یعنی آسیاب‌های آبی برخورد میکنیم که متاسفانه مورد بیمهری قرار گرفتن و تقریبا رو به نابودی هستند. دست چپ یه چشمه بسیار زیبا رو میبینیم که کنار اون عشایر کوچ‌نشین چادر زدن و زندگی میکنن. به مسیر ادامه میدیم تا از دور آبشار نیم ساعته را میبینیم. این آبشار فوق‌العاده است. سوال به وجود بیاد چرا به این آبشار میگن آبشار نیم ساعته؟ به خاطر اینکه این آبشار نیم ساعت روان و جاریه و نیم ساعت بعدی خشکه و این پروسه به صورت دائم ادامه داره. بریم که تصاویر زیبای آبشار را با هم ببینیم.